بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما عزیزان. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. امروز با قسمت دیگری از سری پادکست های همجنس بازی. این قسمت کمی متفاوت است، هم نوع برخوردمون با موضوع، هم یکم نوع بینشمون و نوع لحنمون نسبت به پادکست های قبلی، و اگر قسمت دیگری داشته باشیم که انشاءالله داریم نسبت به پادکست های بعدی کمی متفاوته. میخوایم بریم یک مقاله که چه عرض کنم، مقاله نیست دوستان، یک ذکر مصیبتی رو که توسط یک سری اقتصاددان بیکار الاف دور هم جمع شدن گفتن آقا چی کار کنیم، یک مقاله رو در این مورد با هم بررسی کنیم. البته روی اون ذکر مصیبت ما نمیخونیم چون خیلی حالا مطلب خاصی نداره، یعنی حالا میریم جلو با هم بیشتر باهاش آشنا میشیم که اصلا جریان اون مقاله چی هست و ما به چی میخوایم بپردازیم اینجا. اول از همه یک مقاله است در مورد فقر در میان جامعه LGBT با محوریت L و G، گی ها و لزبیان ها و بایسکشوال هایی که حالا با همجنس خودشون رابطه دارن، و افراد همجنس باز، افرادی که ما بهشون میگیم همجنس باز، قرار دادیم همجنس باز، از همون اول برنامه ما گفتیم. خب حالا جریان چیه؟ میاد میگه فقر بیداد میکنه در جامعه همجنس باز. خب حالا یک جاهای گوشه چشمایی هم به ترانسجندر ها داره، ولی خب ترانسجندر ها چون اوضاع بهتری دارن خیلی بهشون نپرداخته، بیشتر رفته سراغ گی ها و لزبیان ها. خب برای من خیلی جالب بود. آمریکا همونطور که میدونید طبق آمارهای رسمی یا طبق آمارهای غیر رسمی خیلی بیشتر از این موضوع هست، ولی خب ما چون دوست داریم مستند صحبت کنیم، طبق آمارهای رسمی حدود 400,000 بیخانمان داره. درسته، حالا ما نمیخوایم اظهار خوشحالی بکنیم از این اتفاق مثل خیلیایی که حالا مثلا میان با خوشحالی میگن آمریکا 300,000 400,000 یا 500,000 بیخانمان داره. نه، مسئله ما این هست که در این حال با داشتن 300 حالا 400,000 300 الی 400,000 بیخانمان، شما یک مسئله تو جامعت انقدر بولد میشه، یک گروه خاصی از جامعه اونقدر فقر درشون بیداد میکنه که شما میای راجبش مقاله می‌نویسی، یا بهتره بگم ذکر مصیبت. چون مقاله‌ای که این بزرگواران جمع شدن دور هم تفکر کردن و خیلی زیاد وقتشون رو گذاشتن و نشستن نوشتن، عملاً فکر کنم حدود 16 صفحه است و توی 16 صفحه به 33 تا ارگان توپیده پریده. مثلا این مقاله نیست. شما توی مقاله باید خیلی به صورت کامل، ریز، دقیق، مرتب بیای بچینی، اول کلیت موضوع رو بگی، بعد مشکلات رو بیان کنی و بعد هم یه سری راهکار بده اگه داری. حالا بعد راهکارش هم میخونیم، خیلی راهکاری مسخره‌ای در مورد فرق در جامعه همجنس باز. حالا ما از اون که بگذریم میریم سر وقت یک اتفاق جذاب دیگه. حالا ما اینو بذاریم کنار، توی وارد یه بحث دیگه میشیم الان. توی اون مقاله توی سرتیترش از کلمه پاورتی استفاده کرده. پاورتی یعنی یکی از بدترین شکل‌های فقر. پاورتی صرف پول نداشتن نیست، یک فقریه که شما از نظر معنوی، از نظر مالی، حالا بیشتر چون به دلیل مادی‌گرا بودن اکثر جوامع غربی و اکثر افرادی که در جوامع غربی زندگی میکنن، حالا بیشتر به جنبه مالی پرداخته، اما در واژه شناسی پاورتی در برابر ثروت قرار میگیره و ثروت هم همونطور که میدونید صرفا پول نیست. ثروت در 4 چیز دسته بندی میشه: 1 ثروت مادی، 2 ثروت معنوی، 3 ثروت جسمانی و 4 ثروت روابط. رابطه شما با همسرتون، با بچه‌هاتون، با پدر مادرتون، این میشه ثروت. و پاورتی میشه دقیقاً مقابل این چیزایی که ما گفتیم. و زمانی که میگه پاورتی، خب خیلی دیگه ذهن‌ها کلمات داخل مقاله هایی که نوشته میشن مهمن. بالاخره کسی که این مقاله رو نوشته، هر چقدر هم که چرت و پرت نوشته باشه، اونقدر سواد داره که بدونه کجا از چه کلمه‌ای استفاده کنه. آره، اومده در مورد فرق نوشته، از کلمه پاورتی استفاده کرد. خب برگردیم به موضوع. امیدوارم که هنوز گوشه ذهنتون داشته باشید. ما
در چه رابطه‌ای داشتیم با هم بحث می‌کردیم. خلاصه توی مقاله که ما اصلا نمی‌خوایم به طور جامع و کامل بهش بپردازیم، اومده قشنگ خیلی با فونت ریز 16 صفحه نوشته، به 32 الی 33 تا ارگان پریده، قشنگ راحت خیلی همه رو زده. یعنی آموزش پرورش رو زده، دولت رو زده، سازمان امور مالیاتی رو زده، بانک‌ها رو زده، بیمه رو زده، قشنگ همه رو با خاک یکسان کرده، مردم رو یه جایی زده. اصلا یه وضعیه. یعنی راهکاراش هم حالا بعد میریم سراغش. اول من گفته که ما بدون اینکه زیرساخت‌ها رو فراهم کنیم برای همچین جامعه‌ای اومدیم به صورت خیلی هیجانی به خاطر حمایت از حقوق انسان‌ها ما اومدیم این مسئله رو آزادسازی کردیم، همجنس‌بازی رو آزادسازی کردیم، اما باید بدونیم که باید از قبل خودمون رو با حضور یک جامعه دیگه با افزایش ازدواج و خانواده این چیزایی که حالا قشنگ نشسته یه جوری ذهن‌ها رو آماده کرده و بعد حالا گفته دیگه زدن‌ها رو شروع کرده. یعنی دیگه قشنگ خیلی هوشمندانه نوشته شده باشه. یعنی اگه شما یک ذهن تحلیلگری نداشته باشی بخوای این مقاله رو بخونی به طرز بسیار عجیبی تحت تاثیر قرار میگیره. منی که با ذهن یک فردی که مخالف این کاره رفتم این مقاله رو خوندم تحت تاثیر قرار گرفتم. یعنی انقدر اومده اینقدر خوب چیدمانش منظم و دقیق بوده برای اینکه تأثیر بذاره روی ذهن خواننده و مخاطب، حقیقتا جای تقدیر داره. بگذاریم از این مسئله. آره اومده زده و بعد در نهایت راهکاراش چیه؟ مالیات رو خیلی کمتر بگیریم از این افراد، بیمه رو کاری کنیم که تقریبا براشون رایگان بشه. بگی منو واقعا این اتفاق بیشتر اومده تبلیغ کرده، قشنگ این مسئله رو تبلیغ کرده. یکی دیگه از راهکارهاش اینه که اونا رو در امر ساده سازی ازدواج، آسان سازی ازدواج اونا رو یاری کنیم، توی کلیسه ها اونا رو بیشتر به رسمیت بشناسیم، اگر میتونیم حتی یه پولی بهشون بدیم کمکشون کنیم. نمیدونم، خیلی از این راهکارهایی که واقعا به ذهن منی که اقتصاددان هم نیستم بگن آقا فلانی مشکل داره چیکار کنیم، یا آقا اولین کاری که میکنی یه پولی کمکش بکن، حالا مالیات ازش کمتر بگیریم. واقعا راهکار نیست. شما نمیتونی اصلا به دولت بگی آقا دولتی که 400 میلیون نفر جمعیت داری، برای اینکه فقر جوامعت کم بشه بیا از اینا حالا شما بیا مالیات کمتر بگیر. بابا طرف خل که نیست که، هر چقدر هم بی‌مغز باشه دیگه نمیاد مالیاتو کم کنه. هرچند یک سیستمی جدیدن راه افتاده مالیات کمتر میگیرن از این افراد، بیمهشون در انگلیس تقریبا رایگان هست. یعنی حالا تو آمریکا بیشتر این مشکلات رو دارن که تونسته بیاد بیان کنه، هرچند تو انگلیس هم بسیار اوضاع داغون و لهی دارن این جوامع همجنس باز. حالا ما جدا از این مقاله و جدا از همه حرفایی که زدیم میخوایم برسیم سر اصل مسئله به ما چیه؟ میخوایم ببینیم واقعا دلیل فقر بسیار گسترده و عظیم در جامعه همجنس باز چیست. قبل از اون ما باید با یک سری از مبانی متافیزیک آشنا بشیم. متافیزیک هم یک علمه، نه هیچ ربطی به دین داره، نه هیچ ربطی به مذهب و عرفان و اینا نداره. کتاب ها راجبش نوشته شده و فیلم ها و مستند ها راجبش ساخته شده، اصلا هیچ جای بحثی نداره. متافیزیک رو به هیچ عنوان نمیشه رد کرد. توی متافیزیک چی میگه؟ میگه یکی از راهکارهای اصلی برای دریافت ثروت، برای باز کردن دریچه ثروت به روی خود، اینه که رابطه جنسی درست داشته باشیم. یکی از مهمترین راه‌هایی که ما یک رابطه جنسی درست داشته باشیم برای کسب ثروت. حالا همین متافیزیک میگه طبق طبیعتی که برای ما تعیین شده 3 نوع ارضای جنسی کانال‌های ثروت رو میبنده. حالا این 3 نوع با هم یکسان نیستن، اما بالاخره در درجاتی از بستن کانال قرار، یعنی همشون به یک اندازه عمل نمی‌کنن. نوع اول رابطه اینه که شما خود ارضایی انجام بدی و با خودت به میل جنسی برسی. این دریچه ثروت شما رو میبنده. نوع دوم رابطه داشتن میان 2 زن و مردی که از نظر
سطح فرکانسی با هم برابر نیستن، یعنی فرکانس هاشون خیلی با هم متفاوته و هر بار رابطه جنسی یک مرد با زنی که سطح فرکانس هاشون به هم نمیخوره دریچه ثروت هر دو فرد رو میبنده. و نوع سوم که شدیدتر از بقیهش هست و بیشتر از بقیهش تأثیر گذاره، رابطه میان دو همجنسه. بدترین نوع بسته شدن کانال های ثروت انسان، ثروت مادی معنوی، میگم ثروت وقتی میگیم به روی 4 بعد ما تاکید داریم، بسته شدن کانال های ثروت همینه. یعنی ثروت روانی فرد از بین میره، ثروت مادی فرد که دیگه گفته آقا پاورتی فلان اینا دیگه واقعا چیزی برای فرد به اون شکل نمیمونه، فقط یک دستاوردهایی که شاید خودش برای خودش داشته باشه دیگه. این آدم چون دیگه با طبیعت همسو نیست، طبیعت هم دیگه با این فرد کنار نخواهد اومد مگر اینکه دوباره برگرده و با طبیعت همسو بشه. اینجا یک مسئله برای افرادی، مخصوصا افرادی که کمی دینی تر هستن، پیش میاد که آیا واقعا بازگشت به طبیعت برای افراد میسره؟ حتی افرادی که در این سطح از ارتباطات غرق شدن آیا واقعا تأثیری داره؟ بدون شک میگم بله. هیچ استدلالی نمیارم، فقط میگم تجربه به ما ثابت کرده. 3 قسمت یا حداقل 2 قسمت قبلی ما رو ببینید، هیپنوتراپی و همچنین الگوهای موفقی که همجنس باز بودند، اونا رو ببینید. تجربه ثابت میکنه که شما بخواید تغییر کنی تغییر میکنی، به یه جایی برسی که دیگه واقعا داری دست و پا میزنی، میتونی تغییر کنی. این افراد همشون میتونن تغییر کنن و همشون میتونن دوباره به آغوش طبیعت بازگردن. امیدواریم که مثل همیشه نور حق بر دل همگان بتابه. خدا نگهدار.